سلام اراده نوکرم. آقا بریم یه چند تا چی خرج کنیم بیم. یه اولیش نمیدونم این گل چه به چه درد میخوره این گل خدا وکی. بیمو خودم تو باخشه برد گل زیاد میچینم. این گل چیه خدا؟ آسمون نگاه کن چه آدمی کنفتی همه ضعیفه داره در میره فرار میکنه. ای زنه که پول برمی داره میره خرج میکنه هیچی بهت نمیده. خدا عزیز شوهرش. نه دوی وقتی کادو میخره میاره برش یکی همش هم یک چرا تکراری میده ویلو مکایی به در نمیخواد. بریم پیش کاکاش صحبت کنی. نگاه کن دادت چی درست صحابی نمیخره بره خونه تو یه چیزه که درستی بده موته بیری خدا وکیلی. ای که خریده بید نه ناراحت نیستن یکی دیگه بده اینا چه داری تا اینو دادت گل میدی که یکی دیگه جونمو بده بیا ای که تکراری بید نکن جون کاکا به 10 تا میدم بزنم اینه چیه خیلی مشتی هستی حال بده حال. اما ما میگه عروسی یک تا گل بارون میکنی مردک خجالت بکش. نگاه بکن بچه کاکا چیکار کرد. تو جلقه آموشی درست بده. یعنی چه؟ نه که خدا وکیل نه. حیف پول که خرج تو کردم. حیف اون چلو مرغی که دادم تو خوردی. با نون پیاز میدادمت بخوری تو قدر آفیه. این هم باباشون نه این همه ارسی میراست داره نمیبخ که یکی مخواه بده. یعنی گدا صفت. حیف ما که دستی خانواده رو گیر کردم. نکن نساز ای چه کاریه. خوب باشین 10 تا دادم نگاه کن تکراری همه گل شد. ای خدا ما برم خودم بکشم.